این ویدیو بیشتر از 300 میلیون بار دیده شده و این خانم ادعا میکنه که این نوع سیب زمینی حتی از مدل بازاریش هم بهتره. امروز قراره با هم ایرانیزش کنیم. سیب زمینی‌های پوست شده‌تون رو بیارید. سیب زمینی‌ها رو بذارید داخل یه ظرف و روش آب یخ بریزید. 10 دقیقه داخل آب استراحت کنید. داخل یه قابلمه آب می‌ریزیم و می‌ذاریم جوش بیاد. زردچوبه اضافه می‌کنیم. نمک. سیب زمینی‌ها 5 دقیقه میرن داخل آب جوش. حالا از صافی که ردشون کردیم روی دستمال می‌ریزیم. آرد نشاسته پررنگ. تو این مرحله میتونید بسته بندی کنید و بذارید فریزر. یه بسته میره فریزر، باقیشو بریم سرو کنیم. رسیدیم به بخش جذاب و دوست داشتنی من تو پیجم تمام رسیپی‌های خارجی رو ترجمه میکنم. حتما یه نگاه به پست‌های قبلی بنداز. بریم تستش کنیم. مزه‌اش بی‌نظیر شده. حتی از مدل‌های بازاری هم خوشمزه تره. و خوبی این مدل سیب زمینی اینه که جذب روغنش واقعا پایینه. عالی بود.